سلام بر بهلول دانا. سلام بر زرین خانوم. وا بهلول چرا نشستی؟ بلند شو برو پیش وزیر که به هر دیوانه 5 درهم پول میده. پس تو چرا ایستاده ای؟ فوراً پیش خلیفه برو که اگه تو رو ببینه حتما به تو 10 درهم میده. ای وای چقدر حاضر جواب. بهلولو اینقدر اذیت نکن. اذیت نکن که دیوانه. بهلول چرا کنار قبرستان نشستی؟ برای اینکه از اهالی اینجا هیچ آزاری به من نمیرسه و اگه پیش اونها نباشم پشت سرم بدگویی نمی کنند. بله راست میگی، همینطوره. اینا بیازارترین مردم هستن. راستی چی کار میکنی؟ این سنگا چیه که روی هم گذاشتی بهلول؟ اینا خونه است. این یکی خونه ایست در بهشت و اون یکی خونه ای در جهنم. ببینم این خونه ای رو که میگی تو بهشته به من میفروشی؟ قیمتش هر چقدر که باشه من میدم. بله میفروشم و قیمتش همون گردنبندیه که بر گردن شماست. باشه قبوله. البته به تو ارزون میفروشم. ای وای خانوم جون نکن این کارو، نکنین خانوم. عقلتون رو دست یک مرد دیوانه ندین. معامله انجام شد. از این به بعد توی خونه تو بهشت داری و امشبم قبالش رو برات میفرستم. خیلی ممنون. خیالم از بابت تو راحته. معامله خوبی بود. خب بریم. معامله خوبی بود راستی بهلول. آیا تا حالا از خودت احمق ترم دیدی؟ ندیده بودم. این اولین باره که میبینم. نگفتم سر به سر بهلول نزار. تو چیز دیگه بهت نگفته؟ بیا بریم. چی دیگه میخواد بگه خانم جون؟ خدا حافظ بهلول. خدا نگهدار. مراقب ابلهان باشین زرین خانم. خدایا شکرت.
خیرت بده. خدا حفظت کنه. هی 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 بیا اینم مال تو هم سهمی از پول خونه زرین خانوم ببر. خدا عوضت بده. خدایا شکرت که از شر آخریچم خلاص شدم. نشد. زرین خانم، زرین خانم، کجایی زرین خانم؟ زرین خانم، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خواب دیدین سرورم؟ بیا چه خواب عجیب و غریبی دیدم. بیا زرین خانم، کجایی؟ خواب عجیب غریب دیدم. خواب دیدم کنار یک باغ با صفا قدم میزنم. تو رو در عمارتی زیبا دیدم. خواستم بیام تو، اما نگهبانا مانع من شدن و من از اونجا بیرون کردن. گفتن اینجا متعلق به زرین خانم و هیچ کس حق ورود به اینجا رو نداره. امروز صبح وقتی با ندیمه از کنار قبرستون میگذشتیم بهلول رو دیدیم. خب اونجا نشسته بود و سنگایی رو روی هم میذاشت. سنگ عجیبه. خب علت کارش رو پرسیدم. خب گفت اینا خونه های توی بهشت و جهنمه. بهش گفتم خونه بهشتی رو به من میفروشی؟ و اون به بهای گردنبند من خونه رو به من فروخت و گفت سند اونو امشب برات میفرستم. منم امشب خواب دیدم که به عجیبی خواب شما بود. منم خواب دیدم که توی عمارت با شکوه که در میون باغی بزرگ بود نشستم. در همین موقع مردی خوش سیما به طرف من اومد و سندی زرین رو به من داد. این سند خانه است که امروز از بهلول خریدی و این عمارت زیبا همان خانه است. همین که خواستم سند رو بگیرم شما منو صدا کردین و از خواب بیدار شدم. درود بر خلیفه. سرورمان سرخیز شدن. برو هر چه زودتر بهلول و هر کجا که از پیداش کن و به قصر ما بیار. اطاعت قربان. سلام همگی زنم. ببینم تو بهلولو ندیدی؟ نه ندیدم. پس بی خودی تو شهر ولگردی نکن. برو خونه به کارات برس. ببینم تو امروز بهلول این دور اطراف ندیدی؟ نه دوربر مغازه من که نیومدی. چرا وایسادی؟ برو به کارت برس. برو بکاریم برس. چقدر عصبانیه. ببینم تو بهلولو ندیدی؟ نه آقا. چرا نشستی؟ برو به کارت برس.
کجایی بهلول؟ تمام شهر رو دنبال تو گشتیم. در کنار کاروان دوستان خاموشه خودم بودم. این کاروان دوستت به توی دیوونه چی میگفتن؟ گفتن تو که دیوانه‌ای بیا با ما باش، چرا با احمقا حرف میزنی؟ خوشم اومد. واقعا دیوونه‌ای به حاضر جوابیت ندیدم. قیمت این الاغا چنده؟ نگفتم دیوونه، این اسب نه الاغ، دیوونه. منم از این اسب سوال کردم نه از تو. احمق دیوونه، الان حساب تو میرسم. آروم باش، میدونی که خلیفه چی گفته. باشه ولی بعد حسابشو میرسم. تو باید با ما بیایی. را بیافت. چوپانی که به دنبال گله اسبان و خران بیهوده میرود. به سلام بر بهلول دانا. این کیسه زر و وردار یکی از اون خونهایی که به زرین خانم فروخت یا به من بفروش. بیا. قیمتش این نیست، من به تو نمی فروشم. خب اگه بیشتر میخوای بگو بهت میدم. نه اگه 10 کیسه هم بدی به تو نمی فروشم، چون زرین خانم اون خونه بهشتی رو ندیده خریدم و تو دیدی. میخواستم این کیسه زر بهت بدم که به فقرا بدی، حالا خود دانی. تو که میدونی من نیازی به خونه‌ای تو ندارم. بگی. پس چرا دادیش به اون ابله؟ تو زر به مردم میبخشی و این ابلهان به زور به عنوان مالیات از مردم میگیرن و دوباره اونو به تو برمیگردونن. خب من کار اینها رو راحت کردم. منم کار اون رو راحت میکنم. ابله کیسه رو رد کن. بیا بیا بیا.